چجوری یک گوی آتشین در افتر افکت بسازیم؟ ترفندهای حرفه‌ای افتر افکت روز اول کار یه سالید میاریم و روش افکت فرکتال نویز رو اد میکنیم. بعد از اینکه همه این تنظیمات رو وارد کردیم، آلت میگیریم روی اِوالوشن یه کلیک میکنیم. تو اکسپرشن اسکریپت تایم ضرب در 200 رو وارد میکنیم تا افکتمون تا آخر تایملاین با این سرعت به حرکت در بیاد. حالا برای اینکه افکتمون یه شکل کروی به خودش بگیره، میریم سراغ افکت CC اسفیر. از قسمت ردیوس اندازه، از قسمت لایت نور، از قسمت شیدینگ سایه‌هاش طبق سلیقه خودمون اوکی میکنیم و میریم به قسمت روتیشن. برای هر کدوم از محورهای X Y Z از اول تا آخر تایملاین کی فریم میذاریم تا کرمون رو به این شکل به حرکت در بیاریم. الان برای اینکه کرمون تبدیل به یه گوی آتشین شعله‌ور بشه، میریم سراغ افکت کرو. با نمودارهای قرمز، سبز و آبی انقدر بازی میکنیم تا به نتیجه دلخواهمون برسیم. برای اینکه آب و تابش هم زیاد کنیم، یه فوتیج میاریم که مثل پرتاب کردن جرقه‌های آتش باشه. افکت تینت هم بهش میدیم و رنگش رو زرد میکنیم. مود لایه گوی آتشینمون هم رو حالت اسکرین میذاریم. واسه اینکه خفن‌تر هم بشه، یه فوت پوزه‌گری هم تو کپشن براتون نوشتم.